بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم کسانی که امروز فرض عینشون را که نماز جمعه باشد ادا کرده‌اند از آنها بپذیرد و کسانی را که جمعه را به یک نمایش سیاسی مبدل کرده‌اند و هنوز بعد از 1444 سال از نزول قرآن نماز جمعه را فرض نمی‌دونند به خاطر غائب شدن یا غائب کردن زورکی امام زورکیشون به نام امام زمان که جمعه را هم تعطیل کردند و الان که بهش نیاز پیدا کردند، نیاز سیاسی، اون را عبادی سیاسی می‌دانند. خداوند اینها را هدایت کند و اگر هدایتشون مقدر نیست شرشان را از سر کشور ما بردارد و از سر جامعه ما بردارد. و از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین راهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن واله رسیدیم به آیه 40 از سوره ابراهیم علیه ولنبینا السلام. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
من ابراهیم دعا میکند من و نسل من را ز روی نیاز بگردان ز خوانندگان نماز، نه خوانندگان نوحه، جاهلیت هایی که زندگی های مدعی تشیع در پوشش اهل بیت در اسلام زنده کردند. من و نسل من را ز روی نیاز بگردان ز خوانندگان نماز، دعاهای ما را اجابت نما تو ای کردگار ای یگان خدا. من و والدین و من و مؤمنان ببخشای آن روز سخت و گران، به هنگامه سخت یوم الحساب ببخشای ما را مفرما عذاب. مپندار از کرده ظالمان خدا هست غافل به دور زمان. ظلم نتیجهش وخیمه. اگه انسانی بر زیر دستش ظلم میکنه، خودش در اوج قوتش باشه، به همسرش و بچه‌هاش، خودش در به اصطلاح قله قدرتش باشه، نشاطش، ثروتش، و شاید این فکر کنه که خداوند از اون چی که انجام میده غافل، خبر نداره، مطلع نیست، محاسبهش نمیکنه. چون این تصوری عین حماقته. لیکن انسان جاهل و خداوند مهارشو یه خورده شل میکنه. وقتی که وقتش بیاد در قبضه خداونده. اون وقتی که عذاب دوچندان میبینه، ذلت خاری رو دوچندان میبینه، فقر رو همچنان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. گاهی خداوند گاهی انسان به خاطر ضعف ایمانش، به خاطر ضعف اطمینانش به خداوند، ضعف یقینش، به خاطر ضعف توحیدش، فکر میکنه که امور همینجوری رها شده، نه حسابی نه کتابی. یکی خداوند جوابشونو میده: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید که ما همینجوری بیهوده شما را آفریدیم که سینه بزنید، زنجیر بزنید، مال مردم بخورید، میلیارد دوزی کنید، و انکم الینا لا ترجعون، سوی ما باز نمیگردی؟ ایحسب الانسان ان یترک سدى. آیا انسان گمان میکنه که همینجوری بی حساب کتاب رها شده؟ ولم یکن نطفة من منی یمنا، یک قطره منی نبود که از شرمگاه مرد خارج میشد. آخه امکان نداره. شما یه دانشگاه رو نگاه کنید با ساختمان‌های شیک، با سالن‌های سخنرانی، با کتابخانه‌های بزرگ، با باغچه، پارک، استادیوم، بدون هیچ امتحانی هر کسی داخل بشه بدون امتحان، بدون حساب کتاب بهش دکترا میدن. اینا گمان بچگانه. احسب الانسان ان یترک سدى. آیا انسان گمان میکنه که بیهوده رها میشه؟ آیا با بدان مثل خوبان رفتار میشه؟ با بخیل مثل سخی رفتار میشه؟ با شجاع مثل ترسو رفتار میشه؟ با مجاهد مثل دینفروش رفتار میشه؟ با انسان لئیم مثل یک انسان حلیم رفتار میشه؟ با اونی که در طاعت خداونده مثل اونی که در معصیت خداونده؟ نعوذ بالله. کسی که شبشو با تهجد، با راز و نیاز با خداش بگذرانه، با مناجات به خدا، با کسی که شبشو بر روزخوانی بگذرانه یا بر شب زنداری و معصیت بگذرانه، امکان نداره. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که بدرفتاری کردن، اعمال بد انجام دادن، فکر میکنن، گمان میکنن که ما اونها را مثل کسانی قرار میدهیم که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، چه زندگیشون و چه مرگشون رو، اگر چنین گمان میکنن چه بد حکمی میکنن. افما وعدناه وعدا حسنا، آیا کسی که ما بهش وعده نیک دادیم و هو لاقیه، این وعده نیک خواهد دید. کما متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، مثل کسی است که نعمت دنیا بهش دادیم، کالای دنیا بهش دادیم، بعد روز قیامت از حساب شدگان میشه. یعنی چنین نیست. بعد از اینکه خداوند سبحانه و تعالی نعمتهای عموم بشر رو در این کائنات توضیح داد، بعد از اینکه نعمت خاصی را که بر کسانی که در مکه مکرمه سکنا گزیده بودند بر اونها نعمت خاصی که داده بود و کسانی که از نسل اونها افرادی بر ضد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم موضع گرفتن، با جنگیدن، بعد ذکر خداوند این منت رو برشون فرستاد. ورزه این آیه رو میاره خداوند برای تسلی و تعزیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. لا تحسبن الله ما غافلا اما یعمل الظالمون، گمان نکنید خداوند از عمل کرد ظالمان غافله. اصل موضوع شامل آغاز وجود در این مکانه. چطور در این مکان به وجود اومدن، چطور نعمتها از اطراف دنیا به اینجا رسید، ثمره های مختلف، محصولات مختلف و نعمت هیبتی رو که خداوند بهتون داده که پردهدار خانه کعبه هستید و چطوری خداوند دشمنانتون رو زد، خامنه زمانو که ابرهه باشه و جعلهم که اسف معکول، ریخت پاششون کرد. ولذا بعد از این آیه میفرد که لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سفرهای زمستانی و تابستانیشون رو تذکر میده که چطور با امن امان هم شام میرید هم یمن میرید، چون پردهدار خانه کعبه هستید، کسی با شما کاری نداره. پس عبادت کنید رب این خانه رو، شما را از گرسنگی نجات داده، از خوف و ترس بهتون امنیت داده. با همه اینها بر ضد دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم موضع گرفتن، همچون که خرافیان امروز چه در لباس تشیع چه در لباس بعضا تصوف راجع به دعوت توحیدی موضع میگیرن، وهابیت میشناسنش. اونا هم انکار میکردن، تعنت میکردن و سعی میکردن که با هر دشمنی از دشمنان اسلام همکاری کنن در علیه اسلام تا با این دین بجنگن. ورزا خداوند به رسولش تسلی میده ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، گمان نکنید که خداوند از عملکرد ظالمان غافله. چرا؟ جوابش در اسم دیگه آیه انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، لیکن بهشون فرصت میده تا برای روزی که چشمهاشون خیره بشه. ولا تحسبن، اینجا حساب این حسب و گمانه، نه حساب کتاب. و در جای دیگه هم فرمود احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنند که همین که بگن ایمان آوردیم کافیه و امتحان نمیشن؟ و
گمان زن راجح رو میگن، در خلافش غفلته. و اینجا خداوند رسول الله صلی الله علیه و مؤمنان رو همراه با رسول مخاطب قرار میده. هر وقت پیامبر مخاطب باشه خود به خود پیروانش مخاطبن. خب لیکن آیا رسول خدا صلی الله علیه و مگه غافل بود؟ نه. گاهی انسانی عملی رو انجام میده، با این حال برای تشویقش، برای پایداریش به خدا میگه اون کار رو بکن. همچنان که شما میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدا میخواد که در اون راه ادامه داشته باشه. یه شخصی مثلا سیگار نمیکشه، شراب نمیخوره، میدونه این حرامه، بهش میگه که آقا سیگار نکش، شراب نخور. یعنی چی؟ یعنی در عدم سیگار کشیدنه، در عدم شرب و خمر ادامه استمرار پیدا کن. و آیا غفلت برای خدا میاد؟ معلومه که نه. وقتی صفتی در بشر باشه و اون صفت در خدا نباشه، باید اون موضوع رو نسبت به کمال خداوند تفسیر و تعبیر کرد. کسی که ظلم میکنه مجازاتشو خواهد دید. وقتی که این مجازات به تأخیر بیفته، ظالمان، بی ایمانان، سست ایمانان ممکن بکن آقا یعنی این جزای این ظلم مثل که به فراموشی سپرده شده. آیا غفلت کرده خدا؟ کسی که چنین فکر کنه در واقع موضعش رو از اون گناهکار میخواد اعلام کنه. و اینجا غافل به معنی که کسی که عذاب رو به تأخیر انداخته. لیکن یاد هر کسی چنین گمانی میکنه همیشه این آیه در نظرش باشه. و املی لهم ان کیدی متین، من بهشون فرصت میدم لیکن چاره هم خیلی محکمه. ورزا نسبت خداوند غفلتی نیست، بلکه عذاب رو به تأخیر میندازه تا اینا فرصت داشته باشن در توبه. و ظلم انواعه. یه ظلم عقیدتیه که شرکه، که بالاترین جرم در اسلامه. اگر ظلم در امور گناهان بزرگ باشه این فسقه. برعکس خوارج انسان با گناه کافر نمیشه. اگر این ظلم در گناهان صغیره باشه ظلمه، لیکن باز گناهان صغیره. ولذا هر حکمی رو مناسب با موضعش باز ذکر کرد. کسی که شرک انجام بده این آیه شاملش میشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که با آنچه را خدا نازل کرده حکم نکنه، ایمان نیاره، از کافرانه. کسی که راجع به کبیری از کبائر ظلم انجام داده این آیه شاملش میشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسی که با آنچه را خداوند نازل کرده حکم نکنه از فاسقانه. و کسی که از صغایر چشم پوشی میکنه این آیه شاملش میشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. یا در آیه بعد کسی که آنچه خدا نازل کرده حکم نکنه از ظالمانه. محکوم علیه یکیه لیکن احکام متعدده، بستگی به موضعش داره. وقتی که مسئله ظلم نگاه کنیم اینجا مقتضاش یه ظالمه یه مظلوم. اگر ظلم ریاض بالله بالاترین ظلم باشه یعنی شرک به خداوند، یعنی حاجت روایی خواستن از مردگان، مدد خواستن از مردگان،
این ظلم بالاترین ظلمه، شرکه. بالاترین ظلم به سه نوع تقسیم میشه. یکی انکار وجود خداوند، انکار الوهیتش، این الحاده و کسی که واجب الوجودی خدا را انکار کنه. نوع دوم که از گناهان بزرگه، اعتراف به الوهیت خداونده لیکن کسان دیگر رو شریک قرار دادن، عیسی رو، بزرگان و اهل بیت و این ظلم در حق خداونده، در واحدیت شه، در الوهیت شه. و نوع سوم از ظلم اینه که بگی خداوند اجزای متعددی درست شده، نعوذ بالله، پدر و پسر و مادر و این ظلم در احدیت خداونده. و ورزه اولین حق در وجودیت خداونده. ظلمی که در این آیه نازل شده ظلم عقیدتی، ظلم بالاترین ظلمه و همراه با اون علاوه که ظلم در حق خداوند، ظلم در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بلکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از رسالت امین می‌دانستند. بعضی که اعلان رسالت کرد صفت امین رو ازش برداشتن. قبل از رسالت صادقش می‌دونستند. بعد از اینکه رسالت اعلام کرد گفتن ساحره، با وجودی که مجنونه، با وجودی که قبل از رسالت چون این حرفی نمی‌زدن. چطور قبل از اعلان رسالتش، قبل از بعثتش اون حق می‌دونستید، صادقش می‌دونستید، امینش می‌دونستید و بعضی که اعلان رسالت کرده این صفات ازش می‌گیرید. این ظلم اسمش ظلم سلب کماله. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین صفات رو قبل از رسالت بهش میدادن. بعد از که به رسالت متصف شد که کاملتر شد، این صفات رو ازش گرفتی، یک ظلم مزدوجه. قبل از رسالت بهش امین میگفتی امانت داره. بعد از رسالتش که کاملتر شد این صفات رو ازش گرفتی، صادق بودن ازش گرفتی و قبل از رسالت هیچ صفت نقصی بهش نسبت نمیدادید. بعد از رسالت گفتی ساحر، کاهن، مجنون. همه اینها ظلم بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علاوه بر اون ظلم بر جامعه هم هست، جامعه که شما درش زندگی میکنید. برای کسانی که با کفر و شرک ادامه استبداد خودشون میخوان که ولایت مطلقه فقیه یکی از این صورتهای شرکه، میخوان سروریشون، آقاییشون، حکومتشون ادامه پیدا کنه. همه اینها ظلم بر جامعه و علاوه بر این ظلم بر نفسه. برای که کسی که ظلمی رو انجام بده، شرکی رو انجام بده، حق مردم بخوره، در خودش هم ظلم کرده، برای که خودشو از نعمتهای آخرت محروم کرده. علاوه بر این کسی که در دنیا به توحید رو بیاره، در سایه دین خدا و منهج خدا زندگی میکنه. کسی که شرک بورزه نه. ولذا قرآن میفرماد که وما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما بهشون ظلم نکردیم، لیکن خودشون بر خودشون ظلم میکردن. علاوه بر ظلم نفس، ظلم جامعه، یه نوع ظلم هست که این نوع افراد بر ضد کائناتی که دور برشون انجام میدن، از جمادات، حیوانات، نباتات. وقتی که انسان بر خلاف منهج خدا باشه، همه این کائنات مسخره به خداونده. خداوند مسخرش کرده بر انسان، مسخر دستور خداونده. وقتی انسان تابع نباشه، در تعاملش با این هستی در تناقض میفته. ولی همه این کائنات تسبیح گوی خداونده و این من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی نیست که مگر اینکه تسبیح گوی خداونده.
وقتی که همه چیز موحده، تسبیحگوی خداونده، انسان تسبیحگوی قبر باشه، بزرگان باشه، پیغمبران باشه، همه این کائنات ازش بدشون خواهد اومد. ولذا انسان مشرک، انسان قبر پرست، انسان ملحد، انسان ناباور هم بر خودش ظلم میکنه، هم بر انسانها ظلم میکنه، بر جامعه ظلم میکنه، هم بر کائنات. ولذا همچنان که عرض شد، بالاترین ظلم انکار الوهیت خداونده، یا شرک به خداونده، یا خداوند را اجزا دونستن و همچنین کمالات رسول را صلی الله علیه وسلم که واسطه بین انسان و بین خداونده به نقص مبدل کردن. و همه اینها ظلم بر هستی است، برای که همه این هستی تسبیح گوی خداونده. انسان وقتی که این ظلم ها را انجام میده، هم به خودش و هم به این کائنات ظلم میکنه. ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. کلمه یعمل، عمل کردن، فرق بین عمل و فعل. فعل اعمال جوارح، اعمال اعضای انسانه، جز زبان عملش گفتار نامیده میشه، قول نامیده میشه. هر کدوم از جوارح یک اسمی میگیره، لیکن زبان عملش به مفرده جدایه، برای که روز قیامت مردم غالبا به خاطر گفتارهاشون به جهنم انداخته میشن، به خاطر تقییهاشون، به خاطر دروغهاشون، افتراهاشون، مسخرهاشون. و مشرکانی که قرآن براشون نازل شد، بر علیه اسلام حرف میزدن، بر علیه رسول خدا صلی الله علیه و حرف میزدن، همه اینها از راه زبان، از راه تحریض وجود می آمد. ولذا خداوند فرمود که اینها عذابشون فرا خواهد رسید. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. اینها فرصت میده برای روزی که چشمهاشون خیره بشه. ما میدونیم که بعضی از حوادث رخ میداد تا بهشون نشان بده که این پیامبر پیروز میشه. بزرگان قریش، ساداتشون در بدر کشته شدن یا اسیر شدن. و وعده وعیدهای خدا رو بعضی رو به چشم خود دیدن. و این پیامی است برای بقیه مشرکان که اگر شما بر شرکتون باشید، در مقابل رسالت مقاومت کنید یا بعدها مثل تشیع امامت بتراشید، صبر کنید به اون روزی که چشماتون خیره بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نمیدونم امروز صدا چطور بوده و امیدوارم که بد نبوده باشه. بعد وعیدهای خدا رو بعضی رو به چشم خود دید. پیش من که خوبه، صدا بد نیست. بریم سراغ کلیپ هاتون. برگزاری جلسه بررسی نقض حقوق بشر در پارلمان نروژ با حضور تشکل‌های حقوق بشری از جمله فعالان بلوچ. روز پنجشنبه اول ژوئن، یعنی دیروز، مصادف با 11 خرداد، جلسه در پارلمان نروژ با حضور نمایندگان تشکل حقوق بشری بلوچستان، کردستان، آذربایجان جنوبی، رئیس سازمان حقوق بشر ایران آقای محمود امیری، امیر مقدم، نماینده کمیته هلسینکی و نمایندگان احزاب نروژی برگزار شد. در این جلسه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و موج اعدام‌های جاری اطلاع رسانی شد. یکی از سخنرانان نروژی به اطلاع جمع رساند که سازمان ملل متحد هر سال بودجه‌ای به دولت ایران می‌دهد تا در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با این سازمان همکاری کند. آنچه که روی می‌دهد انسان‌ها اعدام می‌شوند، قاچاقچیان کلان دست در دست رژیم هستند.
نماینده حقوق بشر بلوچستان در نوروز خانم سپیده بلوچ علاوه بر اطلاع رسانی در مورد آمار اعدام شدگان و کلیه قربانیان بلوچ در سال جاری وضعیت پاجبار کنونی در بلوچستان را برای حضار تشریح کرد. بسیار خوب. حکم اعدام 2 زندانی بلوچ در زندان کهنوج به اجرا درآمد. الله و انا الیه راجعون. خداوند رحمتشان کنه. حضور گسترده جوانان آزادیخواه بلوچ در خیابان‌های زاهدان با شعار کرد بلوچ آذری آزادی و برابری ویدیو دیگر از اعتراضات آزادیخواه بلوچ در زاهدان ضمن بلند کردن پلاکارد سلطنت ولایت 100 سال جنایت از اظهارات مولانا گورهیج حمایت میکنیم با شعار کرد بلوچ برادرند تشنه خون رهبرند. آفرین. با در داشتن پلاکارد مضمون بلوچستان برای آزادی و عدالت حکومت ملی مبارزه میکند. پلاکارد آقای صلاح لیقانشهر، پیش ما صدا و تصویر مشکل داره، باید از پیش خودتون باشه. آقای حاجی محمود دکتر صدا تنظیمی است، کمی خوب نیست. قبض‌های جریمه بی‌حجابی. نکته جالب اون قسمت پایینه که نوشته با پرداخت به موقع نظام را یاری کنید. پس این نظام میخواد خون مردم بمکه به نام مبارزه با بی‌حجابی ها. بله. آقای سلطان سلیم از بلژیک، چند سوال جنجالی از یک آخوند. دو کلمه مقام عظمای ولایت و شاهنشاه آریامهر را تعریف کنید. معنای عبارت‌های جانم فدای رهبر و جان نثار را به طور خلاصه شرح دهید. بنیاد پهلوی و بنیاد علوی چه تفاوت‌هایی دارند؟ فرق عمامه با تاج چیست؟ سال اولشون از تفاوت حضرت والا و حضرت آقا رو توضیح دهید. اولا به شاه کسی نمیگفت حضرت والا. والا حضرت لقب شاه نبود، لقب فرح و بچه‌های شاه بود. این که در رابطه با والا حضرت. به شاه میگفتن اعلی حضرت. شاه گفت دیگه به من نگید اعلی حضرت، برید یک لفظ دیگه برام انتخاب کنید. بعدن شد آریامهر. بعد از یک ماه توی مهر 44 گفت آقا آریامهر خالی هم به من نگید، شاهنشاه آریامهر بگید. بعد یک سالی گذشت، سال 46 که شد، توی امضاهاشون گفتن آقا شاهنشاه آریامهر هم نگید، کامل باید بگید اعلی حضرت همایونی، شاهنشاه آریامهر، محمد رضا پهلوی و همینجوری. اما گفتن تفاوتی با حضرت آقا. حضرت آقا میفرماد این الفاظی که برای من به کار میبرید تنم میلرزه. گفتن کلمه مقام عظمای ولایت با شاهنشاه آریامهر را تعریف کنید. مقام عظمای ولایت اگر یک نگاه حرام انجام بده از ولایت ساقط میشه.
اما شاهنشاه آریامر وقتی تو هواپیمای لوفتهانزا قرار گرفت، یک مهماندار متلایدی دست و پا شروع کرد لرزیدن. بعدن مجبور شدن توی دربار یک قسمتی رو بذارن که زیباترین دختران اروپایی اعلی حضرت بچشه اینها رو. سوم گفتن معنای عبارت‌های جانم فدای رهبر و جان نثار را به طور خلاصه توضیح دهید. جانم فدای رهبر، وقتی ما میگیم رهبری میگه نگید جانم فدای رهبر، بگید جانم فدای اسلام. اما جان نثار وقتی تختی رفت مدال رو از شاه بگیره، با وجودی که خم شد و تعظیم کرد جلو شاه، اما چون دست شاه رو نبوسید دیگه بعد از اون از چرندیات آخوند چرندگو چرندیات آخوند تمامی ندارد. خب ببینیم این چی میگه. دون حضرت زهرا زنده است؟ معتقدین یا نیستین؟ میدونین برای پسراش خودش میره خواستگاری؟ میدونید حضرت زهرا برای امام رضا خواستگاری رفت؟ میدونین برای خود امام حسین حضرت زهرا خواستگاری رفتن؟ پس مردک چرا میگی سال روز وفات یا سال روز شهادت؟ این تناقضای خودتون رو حل نمی کنید؟ آقای عبدالرحمن، این عکس خودتونه؟ بسیار آقای باباجان از تاجیکستان، مسئولیت علماء اسلام چیست؟ پروفسور عبدالظاهر دائی، مدت 36 ثانیه. مسئولیت ما چی است که باید برای دوستا، برای همگی حق بیان بکنیم. در غیر از او باز روز آخرت دست شما می باشه و یخن ما بازی قسم می خواهیم که در آخرت یخن شما باشه دست ما. باز شما دلیل نداشته باشین که باز بگوین که این استادها ما میشنیدیم و در سایز لده میشنیدیم و اینا برای ما حق نگفته. به می خاطر ما برای شما بیان میکنیم کی قبول میکنه و کی قبول نمیکنه، او هدایت کار الله هست. اول توصیه می است مسئول خدا خیرشون بده. یک سوال داشتم. اولا علیکم سلام الله. من 8 سال پیش در صنف نهم یک موضوع درباره شیطان پرستان خواندم. او بسیار بالای ذهنم تأثیر گذاشت. از همون لحظه دیگر همیشه در ذهنم در نماز میاد و به بسیار مشکل نماز میکنم. این شیطان وسوسه میکنه دیگه. اما وقتی پانتون رو شروع کردم، این دانشگاه رو بعدش در بارشان معلومات گرفتم، در بارشان انوارشان حالا ذهنم همه وجودم تحت تاثیر قرار کرد، نمیتونم خودم نجات بدم. در نماز در وقت سجده کردن مستقیم در ذهنم میاد. این همش وسوسه شیطانه. قبل از نماز خوندن از خداوند اول استعاذه بخون، از بعدم از خداوند کمک بخواه که از این وسوسه دورت کنه. در حالت عادی هم یک شخص خیالی در ذهنم تصور میشه، همین وسوسه شیطانه. چرا گروه توحید فعال نیست؟ اگر مقصودتون در واتساپه که من گروه توحید ما نداریم، کس دیگه درست کرده نمیدونم. شهردار استکهلم، ببینیم چیه. این شهردار سابق استکهلمه. اون بعد از اینکه رسانه‌های افشا این
شهردار سابق استکهلم. اون بعد از اینکه رسانه‌ها افشا کردن که یه بار با کارت دولتی خودروی شخصیش رو بنزین زده، وارد بحران سیاسی شد. خانم شهردار قسم یاد کرد که در پمپ بنزین متوجه جا گذاشتن کیف پول شده، پس مجبور شده از کارت دولتی پول بنزین رو بپردازه. اما این قسم کارساز نبود و علاوه بر کنارگیری از سمت خودش، از جایگاه حزبیش هم به عنوان رئیس حزب کنار گذاشته شد تا به خاطر یه باک بنزین زدن از پول دولتی به کلی از صحنه‌های سیاسی سوئد حذف بشه. حالا اینجا طویله مجلس ایرانه. یکی از نماینده‌های مجلس با مدارک معتبر افشا کرد که دست کم 75 تا نماینده مجلس برای پس گرفتن استیضاح وزیر از دولت خودروی شاسی بلند رشوه گرفتن. حالا این جرثومه‌های فساد نه تنها از صندلیشون تکون نخوردن، تازه رهبر وقیحشون هم موضوع کشش نداد و گفت این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار. هشتگ ای توف. دیپلمات تروریست. شما دیگه کی هستید؟ ببینیم دیپلمات تروریست چی میگه. ایشون دیپلمات سفارت ما در اتریش بودن. ایشون دیپلمات سفارت ما در اتریش بودن. خب ایشون دیپلمات سفارت ما در اتریش بودن. خب طبق اصول حقوق بین الملل و کنوانسیون 1961 این هم حکم بازداشتی که دولت بلژیک صادر کرد و هم دستگیری ایشون در آلمان و هم لغو مسئولیت دیپلماتیک ایشون توسط دولت اتریش، تمامی اینها خلاف ضوابط و اصول حقوقی و بین المللی هست. این داره چرت میگه. تو ماشین اسدالله اسدی آثار مواد منفجره کشف شده. لحظه تحویل مواد منفجره به نسیمه نعامی و امیر سعدونی توسط پلیس لوکزامبورگ رصد شده. نقشه حمله تو دفترچه اسدی پیدا شده. اون وقت این مارموز کنار قریب آبادی نشسته پوزخند میزنه و اینا دم از مسئولیت میزنن. مسئولیت برای دیپلمات‌های بمبگذار. از نظر قانونی ماده 53 کنوانسیون وین اصولا مسئولیت دیپلماتیک قابل تعمیم به چنین فعالیتی نیست. کی دنیا میخواد بفهمه که ولایت وقیح یک حکومت نیست، یه سازمان تروریستیه که مهرهاش به نام دیپلمات بمبگذاری سازماندهی میکنن. سازمان تروریستی که تبادل زندانی نداره، گروگان میگیره تا تروریست دستگیر شدهش رو پس بگیره. هشتگ فرقه تبهکار. قبل از دیدن این ویدیو از تمامی مخاطبین عزیز عذرخواهی میکنم. متاسفانه مجبوریم برای اینکه حق مطلب ادا بشه نقل قول‌هایی رو در این ویدیو بگنجانیم که در چارچوب احترامات روزانه نیست. این ویدیوی وایرال شده رو حتما دیدین. قهرمان پاورلیفتینگ قهرمان پاورلیفتینگ اوکراینی حاضر نمیشه به همتای ایرانیش دست بده. رسانه‌های حکومتی این اقدام رو بی احترامی نماینده اوکراین و اقدام شرم‌آور دور از اخلاق تیتر زدن. اما آیا میدونستین رسانه‌های حکومتی واکنش امیررضا مسفروش تو این ویدیو رو عامدانه حذف کردن؟ اینم واکنش کامل نماینده جمهوری اسلامیه. رسانه‌های جمهوری اسلامی اینطوری جای محترم و نامحترم رو عوض میکنن. یک ساله که پهپادهای سپاه رو سر مردم اوکراین فرود میان. صدها اوکراینی بعد از تجاوز روسیه جون خودشون رو به وسیله همین پهپادها از دست دادن. واکنش ورزشکار اوکراینی به کشته شدن هموطناش به وسیله پهپادهای ایرانی دست ندادن به نماینده ایران بود و واکنش ورزشکار ایرانی هم اینه. هشتگ نتیجه وقاحت. تصویری عجیب از دراویش کردستان.
جنون فنونه. آقای صلاح میگه صدا ضعیفه. خانم ساره شما 3 بار تماس کردید، کاش که می نوشید مطلوبتونو. سلام، اگر کسی در تاریکی نماز بخواند اشکال داره؟ ممنون میشم جواب بدین. نه، اشکال نداره، اشکالی نداره، اگرچه خلاف اولاست، ترک مطلق البته. السلام علیکم، روزتان بخیر و سلامتی. ضمن تشکر و سپاس از شخص شما فاتح صاحب عزیز همکاران عالی فردان، امروز با معرفی که از امام بزرگوارمون ابو حنیفه رحمه الله علیه داشتید، روح و روان ما را شاد بخشید. انشاءالله که هر جا هستید موفق باشید، سلامت باشید. با احترام برادر شما حاجی سلطان احمد محمدی، وکیل گذر فرهنگ. بسیار خوب. دوستانی که شماره هاشون اسم نداره فقط سلام کردن، در حبشون سلام و درود باد. آقای عبدالباسط، شما مثلا چیزی گفتید فنی رو توضیح دادید که من نمیدونمش چیه. آقای عزیز افغان از فنلاند، علیکم السلام. اینجا فنلاند در تابستان هوا تاریک نمی شده و شبش مانند غروب آفتاب است و چند ساعتی بیشتر شب نیست. ماه 6-7 کلان هوا روشن است. خورشید را کل روز ساعت 11:30 شب غروب می شده، ساعت 2 نماز صبح می شود. آیا می شده وقت کدام کشور دیگر نماز بخونیم؟ بله، به وقت نزدیکترین کشور که درش اوقات مشخصه. البته بعضیا از جمله گروه فتوای اروپایی فتوا دادن در این 3 ماه شما مغرب عشا رو میتونید جمع هم بخونید، برای اینکه اصلا شفق پیدا نمیشه، عشا داخل نمیشه اصلا. سلام، خواستم بگم که اگه امکانش هست زمان شروع برنامه‌هاتون و لینک دیدن برنامه‌تون رو اگه میشه برام اطلاع بدید. حقیقتش من یک شیعه هستم، اما از نوع صحبت کردن شما واقعا لذت میبرم و بدم نمیاد برنامه‌تون رو دنبال کنم. چشم.
سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. برنامه ما هر شب 9 به وقت ایران آغاز میشه. این روزها به مدت نیم ساعت تا 1 ساعته و فرکانس ما هم 12149 بکنم. بعد تو یوتیوب هم پخش میشه و اگر سوالی داشتید میتونید همینجا مطرح کنید تا جوابش ندید. خدا حافظ و نصر شما باشه. آقای عبدالله موحد: چرا در قرآن میان هندوها و چینی ها که بیشتر جمعیت را دارند میاشون پیامبری ذکر نشده؟ نه، که میگه ذکر نشده؟ یعنی چه بسا که اومده در خود قرآن چرا ذکر نشده؟ برای که مناسبتی پیش نیامده، ضروریتی نبوده. اما خداوند میفرماد که من قریة الا فیها نذیر، هر شهری رو خداوند هر کشوری براش پیامبر فرستاده. امکان نداره خداوند زمین رو بدون حجت رها کنه، بدون راهنما رها کنه. و پیامبر اسلام تنها پیامبری است که برای همه بشر راهنما و حجته. به نظر شما این رژیم که بر ایران حاکمه بیشتر ضرر به اسلام زاده فکر نمی‌کنه که 100 سال هم باشه نگاهش میدارن؟ هر حکومتی میخواد نگاهش داره، لیکن خداونده که هم عمر حکومت ها رو مثل افراد میگیره. بهترین کتاب تفسیر و قاموس عربی توصیه فرمایید. کتاب تفسیر فارسی تفسیر مؤمنین، تفسیر خوبیت، تفسیر آقای خرمدل که ترجمهش کردیم، تفسیر خوبیه. تفسیر در سایت کلمه نگاه کن، چند تا تفسیر خوب درش هست. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر، هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.